آزمایش فوق سری MK اولترا که توسط سازمان سیا انجام می‌شد. سلام دوستان، من پارسا هستم و خوش اومدیم به یه ویدیوی دیگه. قبل اینکه بریم سراغ ویدیو، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. سازمان سیا طی برنامه‌ای از بین سالهای 1950 تا 1960 شروع کرد به انجام یک سری از آزمایش‌ها. ابتدای این آزمایش‌ها رو وقتی می‌دیدیم فکر می‌کردیم که این جور آزمایش‌ها یه جور افسانه باشن، یعنی خب شاید واقعی نباشن. ولی خب بعدها با افشاگری مردم آمریکا از اسنادی که به دست اونا رسیده بود متوجه شدیم که آزمایش MK اولترا کاملا یک آزمایش واقعی بوده و اینجوری بودش که جامعه جهانی به یک شوک خیلی زیادی فرو رفت. MK اولترا یه جور آزمایش کنترل ذهن بوده و سازمان سیا میخواست ببینه با این روش میتونه ذهنها رو کنترل بکنه یا نه. سازمان سیا تو بحبوحه جنگ سرد یک سری آزمایشات رو افرادی که کاملا ناآگاه بودن و کاملا بیگناه بودن انجام میداد. سازمان سیا در دوران جنگ سرد اعتقاد داشتش که اون موقع کشور جواهیر شوروی تونسته این آزمایش رو با موفقیت انجام بده و تونسته روی یک سری از ذهنها کنترلی رو به دست بیاره. بنابراین سازمان سیا هم تصمیم گرفت که این آزمایشات رو انجام بده تا ببینه آیا واقعا میتونه به اون تکنولوژی یا به همون قضیه کنترل ذهن که شوروی بهش رسیده بود دست پیدا بکنه یا نه. بدین ترتیب سازمان سیا این آزمایش‌ها را از سال 1953 شروع کرد. توی این آزمایش بیش از 80 تا مؤسسه دانشگاهی و بیمارستانی شرکت داشتند. سوژه‌های این آزمایش‌های طاقت فرسا تحت شوک الکتریکی قرار می‌گرفتند و به بعضی از اونها به قدری ماده مخدر LSD داده میشد که اونها کاملا مغز خودشون رو از دست میدادن. علاوه بر این سوژه هایی که انتخاب میشدن کاملا همشون از مشکلات روحی و روانی رنج میبردن، بنابراین خیلی هاشون به صورت ناخواسته وارد این پروژه کثیف شدن. اسناد و شواهدی از این موضوع به دست مردم افتاد، ولی خب این اسناد و مدارک تنها بخش بسیار کوچیکی از این پروژه بودش. به خاطر اینکه سازمان سیا این پروژه در نهایت محرمانگی و اسم رمزدار شده اونها رو به همدیگه انتقال میداد و این پروژه دست کم تو سال 1960 تقریبا روی کاغذ به پایان رسید. ولی خب تمام سوابق و شواهد و مدارک به دست مقام‌های بالای سیا نابود شد. حالا میخوایم اینجا ببینیم که آزمایش‌های کنترل ذهن MK اولترا اصلا چجوری انجام می‌شده. توی آزمایش MK اولترا 185 تا محقق تراز اول دنیا شرکت داشتن، ولی خب خیلی از اونها اصلا نمیدونستن و کاملا به صورت ناخواسته وارد این پروژه سازمان سیا میشدن، ولی خب از هیچی خبر نداشتن. در آزمایش‌های اولیه اکثرا مواد روانگردان به تمام سوژه‌های انتخاب شده داده میشد. دانشمندان امیدوار بودند که بتونن تمامی محتویات داخل مغز این سوژه ها رو بعد از اتمام آزمایش پاک کنن و به همین دلیل دانشمندان به این سوژه ها بیشتر مواد روانگردان LSD یا THC میدادن و مواد توهمزایی که خود دولت ساخته بود رو به اونا میدادن. محققان بعضی اوقات داروهایی میدادن که با همدیگه کاملا اثر ضد همدیگه رو داشتن، یعنی یه آرام بخش میدادن و بقیه داروها رو یا آمفتامین یا الکل میدادن و این داروها رو همزمان با همدیگه به سوژه میدادن تا بتونن ببینن واکنش این سوژه ها چیه. محققان در ادامه کلا روی اثر هیپنوتیزم کار کردن
و برای اینکه مطمئن بشن سوژه ها حافظه خودشون را از دست دادن از دستگاه دروغ سنج استفاده میکردن. شرکت کنندگان برنامه MK اولترا معمولا تحت آزمایش ها از قبیل شوک الکتریکی، تحریک شنوایی و داروهای فلج کننده که این داروها رو تحت عنوان داروهای بیهوشی معمولا استفاده میکردن و از قبیل داروهای دیگه قرار گرفتن. یه مؤسسه روانپزشکی هم وقتی که سوژه ها داروهای بیهوش کننده رو مصرف میکردن و بیهوش میشدن روی سر اونا یک هدفون میذاشتن و نوارهای صدا و تلقین رو توی گوش اونا تکرار میکردن. اونا امیدوار بودن که بتونن با این روش بیماریهای اسکیزوفرنی رو درمان کنن یا اینکه با پاک کردن محتویات ذهن اونا بتونن ذهن این افراد رو از نو تنظیم کنن. بسیاری عقیده دارن که برنامه MK اولترا همچنان که تو این سالهای 2024 میلادی هستیم ادامه داره. این آزمایش ها بیش از یک دهه حتی بعد از مرگ دانشمندی به نام دکتر فرانک اولسون ادامه داشت. دکتر اولسون بعد از این آزمایش ها به شدت افسرده شد و در همون روزهای آغازین پروژه توی سال 1953 خودش رو از طبقه 13 بیمارستان روانی به پایین پرتاب کرد و به زندگی خودش پایان داد. اون قبل از مرگش به خانواده‌اش گفته بود که طی عملی ناخواسته وارد این پروژه سازمان سیا شده بود و کاملا از همه چیز بیخبر بوده. وضع کسانی که از این آزمایش جون سالم به در برده بودند وخیم بود. بسیاری از سوژه های این آزمایش ها که جون سالم به در بردن بعداً دچار اختلالاتی مثل افسردگی، فراموشی، فلج، دیوانگی، سردرگمی، خماری، دردهای طاقت فرسا و حتی بیخوابی شده بودند و بعضی‌هاشون هم درگیر مشکلات روانی مثل اسکیزوفرنی شدن. از زمان افشاگری ها تا به امروز کلا داستان ها، فیلم ها و سریال هایی در مورد این موضوع ساخته شده. از مهمترین اونها میتونیم به فیلم مردانی که به بزها نگاه میکنن که توی سال 2009 ساخته شد اشاره کنیم. خیلی جالبه که دولت اجرای برنامه MK اولترا رو انکار نمیکنه، اما اتفاقاتی که طی این آزمایش‌های مخوف رخ داد برای همیشه محرمانه باقی موند. این آزمایش‌ها در 80 مؤسسه تحقیقاتی و دانشگاه‌های مختلف روی سوژه‌ها انجام گرفت. اون افرادم کاملا ناآگاه بودن از این موضوع. پروژه MK اولترا بعدها خیلی تئوری‌های مختلفی راجبش ساخته شد که بعداً حالا راجبش بیشتر صحبت میکنیم و ویدیوهای دیگه راجبش میسازیم. ولی خب سازمان سیا میگه که این آزمایش ها توی همون سال 1963 به کل متوقف شد. اما خب خیلی ها اعتقاد دارن به خاطر از بین رفتن نامه های محرمانه و اسنادی که وجود داشتش، آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگه هنوزه دارن آزمایشات مشابهی انجام میدن. دوستان خیلی ممنون که ویدیو رو دیدین. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت، ساب، زنگوله یادتون نره. مرسی.